سلام، به کانال آشپزی با رغد خوش آمدید. با من همراه باشید تا این رولت‌های خوشمزه رو با هم دیگه درست کنیم. کاغذ سلفون میذاریم روی سطحی که قراره رولتمون رو روش باز کنیم. و بعد رولمون رو روش قرار میدیم و چون از اینجا یکم پارگی داره برعکسش میکنیم که روی ظاهرش تاثیر آنچنانی نداشته باشه. الان سطحمون رو کامل خامه کشی انجام میدیم. به میوه و مغزیجات نیاز داریم و این به خودتون ربط داره که چی استفاده کنید، از چی خوشتون میاد. میوه رو نگینی و ریز برش میدیم. هر چقدر میوه ریز باشه رول کردن ما آسان‌تر میشه و ظاهر خوبی خواهیم داشت. مغز گردوها رو جدا میکنیم یا مغز هر میوه‌ای که داریم. میوه ها رو روی رول همینطور که تماشا میکنید میچینیم. مغز گردو رو یک ذره ریز میکنیم. من اینجا از رنگینک استفاده کردم. میتونید از هر نوع رنگینکی که دارید یا شکلات چیپسی استفاده کنید، میوه های مختلف. و البته دوستان میتونید هم استفاده نکنید. من چون از رنگینک خوشم میاد رنگینک گذاشتم. پشت صحنه اعلام کردن از این رنگینک هم خوششون میاد، دیگه از این رنگینک هم گذاشتیم. نکته خیلی مهمی که هست اینجا اینه که از تلفن حتما استفاده کنیم برای اینکه اگر کاغذمون پاره شد ما بتونیم با تلفن ادامه بدیم و نونمون اینجا خراب نشه. نون یا همون رولمون خراب نشه. و همینطور که مشاهده میکنید با دو دستمون آروم رولمون رو میپیچونیم. فقط این کار رو خیلی آهسته انجام بدین. رولمون آماده شد و به تیکه های
مساوی برش میزنیم. رولت های خوشمزمون دیگه تقریبا آماده هستن. شکلات تخته‌ای رو روی بخار کتری آب میکنیم. یک مقدار شیر اضافه میکنیم روی شکلات ها. بعد 2 الی 3 دقیقه هم میزنیم که به این حالت در بیاد. رولت ها رو همینطور که تماشا میکنید توی شکلات قرار میدیم. با براش میتونید یه همچین حالتی بهش دست بدید و کاملا سلیقه‌ای هست. خامه کشی انجام میدیم. من با ماسوله کل این کار رو انجام دادم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید دوستان. لطفاً سابسکرایب انجام بدید و زنگوله رو هم فعال کنید، چون قراره توی فیلم بعدی با همین روش کیک تولد با هم دیگه درست کنیم. متشکرم.